دوستان عزیز یک چی قابل قید است که ما امروز با یکی از چهره‌های صنعت تاجیک استاد دوستمراد شریفوف، با یکی از بلاگران موفق رحیم پروداکشن، با یکی از بلاگران موفق که در ساحه چاروداری برای تاجیکستان درس میگوید استاد ظهوربک با تخلص دهقانبچه در این دهه آمده ایم. یعنی تاجیکستان هر کجای باشد اونجا برای هر یکی ما وطن است. اکنون من میخواهم نقطه نظر شما رو در دایره ان همین دهه، محبت انسانی ان همین دهه بفهمم. تشکر دوستی عزیزم فاروق جان، زنده باشی. تشکر برای نان و نمک که طول 2 روز بود ما نان و نمک خوردیم اینجا. البته که من بسیار دهه های تاجیکستان گشتم، دیدم البته مهر و محبت خلق دهه، زندگی خلق دهه، زندگی کردن در دهه قین است، خصوص با مادرامون، خصوص با پدرامون قین است. نه که مهر و محبتی که اینها دارن باور میکنی او را فقط تنها آمده دیده بعد بوی ویره بعد حس میکنی که پدر و مادری که در دهه کلان شدگان و چی خیلند و پدر و مادری که در شهرن او چی خیلند. مقصد هستن کمپیرکایی که در شهر ما بابولی ها میگیم که میبینیم میشینیم خطیشون کور و بوری و یا دیگه رفتاری و یا دیگه در دهه مادرکایی که هستن کمپیرکایی هستن بی میگیم ماما میگیم کور و بوری یا دیگه زندگی یا دیگه. ما باور کرد همه دهه ها را گشتم و مخصوص این دهه‌ای که با ما دیدم به نهایت با ما پسند اومد. به حد دهه دور است، راهش هم دور، مقصد که چقدر زحمت ها کشیده میایی، چقدر کوتاه و نشیبو را برآمده و فرآمده میایی. نکیم که اومدیم طول 2 روز حلاوت بردیم، به نهایت غذای معنوی هم گرفتیم در اینجا، علیماش هم بسیار هستند، صحبت کردیم، حلاوت بردیم. میگه رفتی در هر یک دهه که رفتی اول با دوملاها و عالمای همون دهه صحبت که یک چیزی نو بخته بگیریم. ما بین یک چیزای خوب و خاطرمان با خودمون گرفتیم. تشکر میگیم برای دعوتت که ما رو دعوت کردی اومدی. ما به نهایت خرسندیم و غذای معنوی هم برای خودمون گرفتیم. شما نه مرحمت اکا سلامت باشید برادر عزیز اکا فاروق جان. بونون نمک شما را این دهه نامده هم در شهر نون و نمک مونه، نون نمک ده نه نون و نمک شما را اول بسیار خوردگیم و در این دهه نیز خوردیم. میگه که صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. چه که استاد قید کردن و از صحبت مردمی انمیده خیلی بهره‌مند شدیم، برای خودمون چیزی در کاریمون نگرفتیم. به نهایت احسان با مردمی که همه سرجم شدگی آبادکاری با یک کس وابسته نکردند و پیر جوان چخیلی که دیده مسافیدو کمپیرو همه راست شدگی یک جویا آباد کردستند. این به نهایت خوب است. برای خودمون ما چیزی در کاریمون نگرفتیم. فکر میکنم نوارایی که ما در شبکه ها میمونیم برای اکثریت هم جوان و هم کسی که میبیند یک منفعت خوب میرسد. بازم سلامت باشید. نو بسته از اونی که قدر رای طولانی که 50 کیلومتر راه دوستان عزیز به همیجه را از نویه عینی از خود نویه عینی تا همین دهه 50 کیلومتر راه 50 تا 60 باشد. 3 ساعت راه به نهایت رای طولانی که اونم با فیلم در نقشه است، باید که تعمیر کرده شود ان شاء الله. همه قدر زحمت هایی که در شب کشیده اومدیم در یک صحبت 5 دقیقه هم مایمون رو پس سر کردیم، یعنی که فراموش شد. سلامت باشید. احسان هزار رحمت با مردمان دهه درگ شریف. خوش آمدید. رحیم جون، اصلا دوستان عزیز یک چیزی که من در اینجا مشاهده کردم از همه چیزی که اصلا ده حقیقی انا همینجا بوده که بسیار تاریخ کهن داشته، از اون جمله خانه ها، منزل های زیست، انا آغیل هایی که ما در اومدیم گاو و مال داریم. باور کنید این چیز ممکنه که در یک عصر 2 عصر پیش همین خیل منزل ها داشتن که تا حال میبینی آغل ها کریش نداره. انمو اندوای لای باباگی میگیم که انمو چیز دیدیم. هر یک شخصیتی که به ناحیه عینی میه حتما برای خودش حس وطن دارش حتما به دهه در یک بار بیا. چون که ما
برای هر یک شما سوید میتم برای مردمش دیگر گپ زدن ممکن نیست چیزی که عیانه حاجت دیگر به بیان نیست الکی که همه میدونن از صاحب کارش سر کردگی تا انمون نفری که از که علافش میخوانه برای این وطن قدر قیمت خچه داره برای همین ما چی گفتنیم دوستان عزیز که برای هر یک شخصیت در که هم باشه برای او وطن وطنه در دوشنبه هم باشه برای او وطن وطنه هر کسی که خون نوش در کجای ریختگی وطن برای او وطن عزیزه ما هم در استاد عزیز اکای فاروق همین را گفتنیم که ما خوشحال شدیم که امروز با بهترین شخصیت موفق انمی دیار ما دوستی پیدا کردیم بگذار که همه مردم تاجیک با یکدیگر انم خیلی اتفاق باشه ما ای فرخارم دوستم ای عینی دوستی عینی ما با فرخار میره ای گرانیتسا با ای گرانیتسا میدونه که انا خیلی تاجیک معرفی میکنه سلامت باشید زنده باشید دوستان عزیز در حقیقت انهم پیروها راههای تنگی که هستند در این دهه هزارها هزار نفر رو کادر کردن ان همه عذابها از همه رنجها که برای دوست داشتن این وطن برای دوست داشتن این ملت خدمت کند یعنی خواهش میکنم کسی خواهش دارد من در خدمتش هستم کدام وقتی که دهه اومدنی شد رقم ما رو گرا زنگ زند من شرایط فراهم میبیارم اومده ببیند یعنی یک گپ هست که دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم مکن بیایید در حقیقت رسم خوبی تاجیکان مشاهده کرده می شود خدا حافظ شما هم خوش آمدید سلام تشکر